سلام عزیزان. چقدر سپاسگزارم که شما اینجایید. چقدر سپاسگزارم که با منی. من سنادم و اینجا سرچشمه است. قسمت رو با جمله رالف اسمارت میخوام شروع کنم. میگه که ما در جهانی زندگی میکنیم که اغلب توأم با احساسات فکر میکنیم و افکار و احساسات بر همه چیز تو زندگی حاکمن. تعریف جالبی بود. دیدین وقتی میگن مثبت اندیش باش، وقتی میگن انقدر خودخوری کردی تا از پا افتادی، وقتی میگن هر چیزی که فکر کنی همون میشه، وقتی میگن که استرس آدمو داغون میکنه یعنی چی؟ از الان بگم اگه اپیزودهای قبلی رو گوش ندادین برگردین و گوش بدین، چون یک سری تعریف‌های مهم، یک سری قدم‌های مهم رو برداشتیم که رسیدیم به اپیزود 5. دوباره میخوایم از فرکانس حرف بزنیم. دوباره میخوایم کلی عدد بدیم. تو اپیزود قبلی دیدیم که حوزه مغناطیسی مغز چقدر قویه. این مثل یک لبه تیغ میمونه. اگه آگاه باشی به این قدرت و کنترل خیلی عالی میشه، ولی اگه رهاش کنی یا بد تربیتش کنی قدرت اینو داره که در سلولهای بدن تو مشکل ایجاد کنه. قدرت اینو داره که در سرنوشت تو مشکل ایجاد کنه. سرنوشت هم نوعی دیگر از نمایش انرژیه. نمایش انرژی که میگم، تجلی انرژی که میگم، یعنی اون کبوتری که میبینی اون نوعی از نمایش انرژیه، نه؟ اون گیاهی که داری میبینی اونم یک نمایشه. این منی که هست، منم یک نمایش از حضور انرژیم. هممون یکی هستیم در نقش‌های مختلف و حالا که سرنوشت هم وجود داره، حضور داره، اون هم انرژیه. بیایم با هم 20 احساس رایجی که همه باش درگیریم رو بررسی کنیم. اسمش هم بذاریم نمودار ارتعاشی عاطفی انسان. نظرتون چیه؟ خیلی خوب. بیایید با فرکانس 0 شروع کنیم. البته با فرکانس 0 متاسفانه تموم میکنیم چون این فرکانس مرگه و من فقط اینو گذاشتم تو لیست که برسونمش به 20. ولی بیاییم دیگه جدی باشیم. فرکانس 20 هرتز. این فرکانس پایین متعلق به چه حسیه؟ میتونم بگم یکی از پایین ترین فرکانس های موجوده و متعلق به حس شرمه. حس بیارزشی هم همین فرکانس داره. حس ناتوانی، ناامیدی به همه چیز. میبینید چقدر این حسا به هم دیگه شبیهن؟ چون همه‌شون داره یه فرکانسن. 20 هرتز. به نظر من اگه درگیر حس شرم و بیارزشی باشیم تا جایی که ما رو ناتوان کنه و ناامید بشیم از همه چیز، اینطور میشه که کمترین فرکانس رو دائما داریم خوراک مغز خودمون میکنیم و این مغز با این خوراک بدن ما و سرنوشت ما رو نمیتونه به جاهای خوب ببره. خیلی خوب. بریم بالاتر. میریم بالاتر. فرکانس 30 هرتز. حس گناه. حس این که تو همه چیز خودتو گناهکار بدونی. حس ناامنی. اونم همین فرکانس پایینو داره. وقتی تو هیچ مقطعی از زندگیت حس امنیت نکنی، حس امنیت جانی، حس امنیت مالی، حس امنیت احساسی، اگه اینا رو نداشته باشیم خودمون رو در فرکانس 30 هرتز نگه داشتیم. بریم بالاتر. فرکانس 50 هرتز. بی تفاوتی، بی علاقگی، بی حسی نسبت به هر چیز. من میگم وقتی همه چیز رنگشو از دست میده، وقتی همه چیز بو حسشو از دست میده، اون موقع است که
دائما داری توی این فرکانس میچرخی و از همه مهمتر میدونید چی دارای فرکانس 50 هرتزه؟ افسردگی. بله، حتی افسردگی هم فرکانس داره. به نظر من اگه به افسردگی به دید یک فرکانس نگاه کنی، فکر کنم بشه راحت تر باش بازی کرد، یه جورایی درستش کرد. چرا که نه؟ تو فقط یه فرکانسی و این فرکانس، یا بهتره بگم هر فرکانسی رو میشه تغییر داد. تو این یه مورد من خودم قبلا خیلی 50 بودم و تونستم و میشه و شاید راحت تر از اون چیزی که فکرشو بکنی میتونی از این جامعه 50 هرتزیا بیایم بیرون، بریم بالاتر، بریم فرکانس 75 هرتز. اما اندوه میخواستم آخرش بگم ولی فکر کنم الان بگم بهتره. بعضی حسها، بعضی از افکار اجتناب ناپذیرن، اصلا نباشن یه چیزهایی رو نمیشه فهمید، بودنشون باعث کامل شدنه. وقتی میگم فرکانس غم پایینه، از این که غمگین بشید ناراحت نباشید. غم یه هدیه است، یه حسه. همه حسای ما، چه فرکانس پایینا چه فرکانس بالاها، قشنگه. مگه میشه غمگین نشد؟ بعضی موقع ها ما تو اندوه و غم به خیلی چیزا میرسیم، شاید حتی آگاه تر بشیم، ولی حرف اصلی چیز دیگه ایه ها. این حس غم، این حس شرم، این خشم زمانی مخربن که دائمی باشه. یعنی من خودم رو دائما توی فرکانس پایین این احساسات نگه دارم. قرار نیست اینا بد باشن، اصلا بد نیستن. ماندگاری و تکرار و عادت به بودن ایناست که وضعیت رو بد میکنه. غم و اندوه نیازه، نمیشه فعلا نباشه، هست، ولی بهش آگاه باشین، بشناسی و شاید هم لذتشو بردین ولی نگهش ندارین. درگیر هیچ چیز نباشید. بریم بالاتر. احساس ترس فرکانسش 100. برگردم به جمله قبل. ببینید بازم ترس یک مکانیزم عالی دفاعیه. به نظر من اگه این ترس نبود شاید انسان نمیتونست به این مرحله از تکامل برسه. ترس خیلی جاها، چه جانی چه روحی، ما رو از یه سری بلاها مسئول نگه میداره. ولی اگه دائما تو ترس باشی، اون وقته که فرکانس 100ش تو رو به دست میگیره و عامدن کاری با خودت میکنی که اب نداره. همین که داریم میفهمیم که چه اتفاقی داره میفته خودش عالیه. بریم بالاتر. فقط 25 تا بذار روش. فرکانس 125. امیال. خیلی برام جالبه. چرا این انقدر فرکانسش پایینه؟ ولی میلیه که خیلی میخوایش. هر چیزی میتونه باشه. ایده‌ای در موردش ندارم و چون فکر کنم تمایلات، امیال یک چیز خیلی شخصیه. بعضی موقع خیلی ارزشمند، بعضی موقع خیلی بی‌ارزش. شاید این دست و پا زدنه، این خواستن کورکورانه است. این که بخوای فقط به دستش بیاری، این که تشنش باشی، این که مغز و فکرت از کار بیفته و فقط به میلت فکر کنی. شاید به خاطر ایناست که فرکانسش انقدر پایینه. 125 واقعا پایینه. وقتی که درگیر یک میلی به شدت، میل رسیدن، میل به دست آوردن، میل تسخیر کردن، میل داشتن، میل رفع شدن یک سری چیزها، نمیدونم، اینو میذارم به عهده خودتون. فقط بدونید فرکانسش با حسادت یکیه. بذارید اینجا ولی نظر شخصی خودمو بگم. از نگاه من یک سری حسا هرچند از نظر ظاهری بدن ولی بسیار نیازن. گفتم که خشم، غم، ترس، ولی ما آدما اومدیم یه سری ترکیبیای بد زدیم که ازش حسادت اومده بیرون، ازش نفرت اومده بیرون. اینا رو از هر زاویه که نگاه میکنم نمیتونم بفهممشون کجا میتونن به ما کمک کنن. یه سریا میگن و خیلی هم میگن حسادت باعث پیشرفت ما در زندگی است. خب اگر میخوای با حسادت با این حس پیشرفت کنی، پس باید خیلی خودتو تو این حس و حال نگه داری که عاملی بشه که از نقطه A برسی به B. پس باید یه حسادت دائمی باشه که دائما تو درگیرش باشی تا تازه تو رو یه خورده پوش کنه، یه خورده هل بده به نقطه B. آیا برنده ای؟ نمیدونم. درسته رسیدی به نقطه B ولی متوجه هستی چه فرکانس پایینی و خوراک مغزت کردی؟
حسادت شاید ترکیب باشه از اعتماد به نفس کاذب در عین بی‌اعتمادی به همه چیز، یا اینکه خودبینی و غرور بدون مهربانی. این یکی از خودآزاری‌های بدیه که انسان در حق خودش میکنه. بریم بعدی، بریم بالاتر. خشم، نفرت، خودخوری، غضب، اینا همه‌شون تو فرکانس 150 هرتزن. یه جورایی دوباره هم خانواده‌ان. خشمم گفتم خشم بدی نیست، بروز میکنه، یک مکانیزم دفاعیه، بهت یه قدرت لحظه‌ای میده، میتونی باهاش از خودت، خانواده‌ات دفاع کنی، ولی باید به ذاتش آگاه باشیم. هر موقع ذات خشمو شناختیم، برامون محترم شد، برامون عزیز شد، اون موقع میتونیم ببینیم که چقدر قشنگ تو ما بالا میاد و چقدر قشنگ خودش میره. اینجا اگه تو این مرحله درگیرش نشی، وقتی که میاد باهاش هم پیمان نشی، خیلی میبینی راحت خودش هم میره. ببینید ما دیگه تو قرون وسطا نیستیم که توی یک میدون جنگی ما رو بندازن، یه نفر دیگه جلومون باشه که برای دفاع از جونمون باید بجنگیم، خشممون بزنه بالا، بعد قشنگ دستمون که شمشیر با این خشم قدرت بگیره بتونیم پیروز میدون بشیم. دیگه اینا نیست. ما سبک زندگیامون تغییر کرده. خشم میتونه به همون قدرت باشه ها، یعنی بیاد بالا به ما یه قدرتی بده، ولی آیا نیازه با یه تو گفتن یکی اون میزان از خشمی که برای دفاع از خودمون بزنه بالا، بعد یه سری اتفاقا بیفته که بعدن حالا پشیمونی بیاد، که اونم خودش بازم یه فرکانس دیگه است. بریم بالاتر. فرکانس 175. غرور، یأس، سرزنش کردن خودمون و همه چیز، نگرانی و اضطراب، شک و تردید، اضطراب و استرس. زیاد شد نه؟ فرکانس خیلی شلوغی. استرس خودش یک اپیزود کامله و این استرس انقدر از خودش شاخه میذاره، انقدر از خودش رد میذاره که هر رد پاش میشه یک احساس مخرب. بریم بالاتر. برسیم به فرکانس 200. جرأت، شجاعت. گفتم که بریم بالاتر حسای خوبم اضافه میشه، جرأت و شجاعت، ولی خب رنجش هم تو همین فرکانسه. یه مدل ناامیدی هم اینجا هست. جالبه واقعا. حس ناامیدی که یه کاری میکنی، یه شکست کوچولو میخوری، یه لحظه ناامید میشی، اون حسم توی این فرکانسه. چقدر دقیق اینا رو جدا شده و هر کدوم عدداشو در آوردن. فرکانس 250. فرکانس درگیر نشدن، بی‌طرف بودن. فرکانس 310. این هم جلوه دیگر از تمایلات هست، ولی نه به شدت اون تمایلی که قبلا گفتم شاید اون تمایل تو رو از زندگیت بندازه، به قول معروف گفتنی خواب و خوراکتو بگیره، ولی این تمایله یه خورده ملوتره، یه خورده آرومتره. اگر به دستش بیاری بیشتر لذت میبری، اگر نشد که عیب نداره. بریم بالاتر. فرکانس 400. از این فرکانس به بعد حسای خوب حاکمن. Are quiet and uptight. Others may seem so very nice. Inside they might feel sad and wrong. 29 different attributes and only 7 that you like. 20 ways to see the world. Oh no, 20 ways to start a fight. Oh no, don't get up. I can see the sunshine. Oh, and I'll be waiting for you, baby. 'Cause I'm through. Sit me down, show
فرکانس 400 فرکانس خوشبختی و امیده، همراه با فرکانس منطق درست. حس خوشبختی که خیلی کیف میده. این حس رو حتما یه لحظه هایی تو زندگیتون تجربه کردین. پس واقعا میدونین چه مزه‌ای داره. فکر کن به جای یه لحظه، حالا هر لحظه تو حس و حالش باشی. میگی شدنیه؟ میگم آره. میگی آسونه؟ میگم نمیدونم. بستگی داره کدوم راهو بخوای امتحان کنی. بریم بالاتر ببینیم چه احوالات عالی دارن میان. فرکانس زیبای 500، اعتقاد درست، باور، اشتیاق، شوق و شور داشتن، از همه مهمتر عشق می آفریند. عشق زندگی می بخشد. زندگی رنج به همراه دارد. رنج دلشوره می آفریند. دلشوره جرأت می بخشد. جرأت اعتماد به همراه دارد. اعتماد امید می آفریند. امید زندگی می بخشد. زندگی عشق می آفریند. عشق می آفریند. از نگاه خیلی ها سرچشمه اصلی عشقه. فهم عشق نمیدونم چطوری باید به این رسید. خیلی با فهم و لمس واقعی عشق فعلا فاصله دارم. ببینید، اعتقاد و ایمان به چیزی از نظر من زمانی خوبه که باوری که داری همراه با آگاهی و خرد باشه. من این ایمان و منظورمه، این اعتقاده که میشه 500. وگرنه اگه آگاهی و خرد رو به نظرم از هر عملی برداری، اون عمل بی‌معناست. اون عمل تکرار توتیواره. 40 تا بریم بالاتر ببینیم چه اتفاقی میفته. فرکانس زیبای 540، لذت و شادی. خیلی قشنگه ها. لذت چیه؟ لذت اصلا چرا اومده 40 تا از خوشبختی و عشق بالاتر وایساده؟ از نظر من، از نگاه من، لذت و شادی همون عشقه، ولی عشق بدون ترس، عشق همراه با رهایی، عشق همراه با جرأت. تا حالا همچین چیزی رو تجربه کردی؟ عشق بدون ترس عجب چیزیه. فرکانس زیبا و عالی 600، اینو باید بذاری یه گوشه فقط نگاش کنی. انقدر که قشنگه. صلح و آرامشه. اصلا اسمشو که میارم آروم میشم. و از نگاه من این دوتا چیز اگه درونی بشه واقعا قشنگه. فکر کن دیدید بعضیا مثلا تو تاکسی نشستی، برای 10 دقیقه کنار یه آدمی نشستی که اصلا با آدم حرف نمیزنه، خیلی هم ساکت، سرش هم تو گوشیشه، ولی وقتی کنارشی یه آرامشی به دست میده. یا نه، یه مثال دیگه، یه آدم شیطون و پر سر و صدا و پر هیاهو که از دیوار راست داره میره بالا، ولی اولین حسی که به تو میده برخلاف سر صدا و شیطون بازیایی که داره، یه حس آرامش بی‌نظیره. انگار که به یه آرامش درونی رسیده که من میتونم کنارش آرامش رو حس کنم. از نگاه من به نظر خودم بالاترین شکل ثروته که میتونی داشته باشیش. خیلی حال خوبیه. بله، تازه داره اعجاز شروع میشه. از این فرکانس بالاتر هم داریم. فرکانس 700. این خودش یه دنیاست. این همون روشنگری که میگن بودا بهش رسیده. خیلی از استادا بهش رسیدن، خیلی از گروها بهش رسیدن. چیز دست نیافتنی نیست. به نظر من گربه سر کوچه‌مون هم شاید رسیده باشه بهش. واقعا این نظرمه ها. میدونید روشنگری شاید زمانی باشه که بدونی هیچی نمیدونی. ببین یه لبخندی پشت این حرفا. بدونی هیچی نمیدونی. وقتی که ظرفت خالی از هر چیزی باشه، وقتی که ظرفتو خالی کنی، پیش‌فرضا رو رها کنی، همه اون چیزایی که بهشون افتخار میکردی، همه اون اندوهایی که برای خودت گرفتی، همه رو رها کنی،
بشی یه ظرف خالی، یه ظرف خالی که پشتش هیچ ادعایی وجود نداره، پشتش هیچ میدونمی وجود نداره، پشتش هیچ شرمی از ندونستن وجود نداره. اینکه بدونی که نمیدونی، اینکه بپذیری هر آنچه را که هست، اینکه نه بزرگش کنی نه کوچیکش، اینکه نه قداست بدی نه زیر سوال ببریش. عجب فرکانسیه، عجب. بالاتر از اینم هست یا نمیدونم 80 تا بالاتر یه اتفاق خیلی قشنگ میفته. خیلی قشنگ و ساده است این فرکانس. ببینید چه عددی فقط داره و این عدد به این بزرگی متعلق به یه چیز خیلی ساده است. خیلی ساده و زیبا. البته این فرکانس قدردانیه. میبینید فرکانس های بالا چقدر ساده هستن؟ قدردان بودن با آگاهی. قشنگترین قدردانی میدونید چیه؟ از نگاه من قشنگترین قدردانی، قشنگترین قدردانی از خودمونه، درک بهای خودمونه. و دارم فکر میکنم، تو سکوت هم دارم فکر میکنم و میگم مگه میشه قدردان خودم باشم و قدردان حضور تو نباشم؟ این تو برای من همه چیزه. شده یه گربه، شده یه فیلم، یه موزیک، شده حضور یه سری آدما، چه اونایی که خوبن چه اونایی که به معنای کلمه محاوره‌ای بهشون میگیم بد، که صد البته شاید از نگاه ما بدن. من اگه قدر خودمو ندونم، شاید اونجور که باید قدر اون تو رو نمیدونم. به نظرم وقتی تو فرکانس 780 قرار میگیری، این فرکانس انقدر میدان مغناطیسی تو رو به نقطه خوبی میرسونه که خیلی چیزا رو تازه به صورت حقیقی میبینی و میفهمی که چقدر زیبان. اون وقت هست که به صورت ناخودآگاه قدردان میشیم، قدردان همه چیز تو دنیا. من حتی الان قدردان تمام فرکانسایی هستم که داریم تو این سرچشمه بررسی میکنیم، چه پایین ترینش چه بالاترینش. خیلی حال خوبیه، خیلی. داریم دیگه به آخر میرسیم، اون بالاها، فرکانس بالای 900 هرتز. به نظرتون چی میتونه باشه؟ چه چیزی میتونه همچین فرکانس قوی رو بهمون وارد کنه؟ چه چیزی هست که با تکرارش میتونیم فرکانس طبیعی خودمون رو بالا ببریم؟ و اینجاست که من تحت تاثیر قرار میگیرم. سادگی ماجرای این فرکانسه. من همه اپیزودامو با این فرکانس شروع میکنم، خیلی راحت، خیلی ساده، و چه لذتی میبرم ازش. چقدر سپاسگزارم که شما اینجایی، چقدر سپاسگزارم که با من هستید. گرمایی داره این فرکانسا که وقتی میگمش قشنگ تو قلبم حسش میکنم. به همین سادگی. دیدید؟ سپاسگزاری خیلی عمیقه ها. فقط سپاسگزار چیزهایی که به دست آوردی، چیزهایی که بهت داده میشه، چیزهایی که داری نباش. حتی برای چیزهایی که نداری، حتی برای چیزهایی که از دست دادی، حتی برای چیزهایی که بهت داده نشده، سپاسگزار اینا هم باش. این حرف پشتش خیلی پذیرش بالایی میخواد. به اینم میرسیم. ما تازه کارمون داره شروع میشه. قدم به قدم میریم تا برسیم به سرچشمه، بریم به آخرین فرکانس با بالاترین فرکانس 1000. از 20 رسیدیم به 1000. عجب سرچشمه‌ای شده این فرکانس آگاهی الهیه. نمیدونم ولی انگار خود سرچشمه است. این همون اتصال به خداست. عجب سرچشمه‌ای بود. سوباراشی. از پایین ترین رسیدیم به بالاترین. فهمیدیم حوزه مغناطیسی مغز ما چطور میتونه تحت شعاع افکار و احساسات قرار بگیره. بله، همه چیز انرژیه دیگه، همه چیز فرکانس دیگه، همه چیز ارتعاش دیگه، و همه اینا رو هم دیگه تاثیر میذارن. حالا یه چیز بهتون بگم. دوست دارید بدونید که فرکانس شما چنده؟ خیلی راحته. ببینید بیشتر تو کدوم حال هوا هستین. آیا همیشه عصبانی؟ آیا خشم بالایی دارین همیشه؟ آیا مثل من 50 بودین قبلا؟
یا نه همیشه سپاسگزارین، همیشه دارین از یه چیزی لذت میبرین، همیشه یه شادی عجیبی تو قلبتونه، درگیر اون شادیه این. فرکانس‌های همه رو بهتون گفتم، میتونین ببینین چه عددی هستید، ولی نگران نباشین. گفتیم که راحت میتونیم این عدد رو تغییر بدیم. راحت که میگم از فرکانس‌های بالا کمک بگیریم، فرکانس طبیعیمون رو بالا ببریم. چطور میتونیم به فرکانس‌های پایینمون آگاه بشیم، قدردان و سپاسگزار حضورشون باشیم، انکارشون نکنیم، بپذیریمشون ولی درگیرشون نباشیم. پس یه نگاه عمیق به خودمون بندازیم، جدی میگیریم حالا هوامونو، افکارمونو. تو سرچشمه‌های آینده بهتون میگم بدن ما چطور از این فرکانس‌ها تاثیر میگیره. خیلی هیجان انگیزه. عجب چیزی میشه اپیزود بعدی. یعنی میشه تو اپیزود بعدی یه قدم به سرچشمه نزدیک‌تر بشم. بریم تجربهش کنیم ببینیم میشه. بیا تا اپیزود بعدی خودت سرچشمه باش. تا بعد.